سلام. اینجا جاییه که مرز بین خواب و کابوس گم میشه. به شبخون خوش اومدی. جایی که ترس واقعی میشه. یکی از همکارام اهل یکی از روستاهای نزدیک دماونده. یه روز ازش در مورد اتفاقات ماورایی پرسیدم و اونم یه ماجرای عجیب برام تعریف کرد. گفت پسرعموم چند سال رفته تهران و یه پسر داره به اسم علی. علی از بچگی عاشق مسائل ماورایی بوده ولی به کسی چیزی نمیگفته. نمیدونم از کجا یه کتاب احضار جن گیر آورده بود. هر سال اوایل پاییز پسرعموم برای گردو تکونی میاد روستا. این بار علی هم باهاش اومده بود. شب دوم پسرعموی علی که اسمش هاشم بود بعد از دیدن پدر علی سراغشو میگیره. پدرش میگه رفته خونه پدر بزرگ. اونجا تنهاست. برو بهش سر بزن. هاشم میره خونه پدر بزرگ. در بسته بوده. هرچی در میزنه علی باز نمیکنه. از پنجره که نگاه میکنه میبینه چراغ اتاق روشن و نور خونه کم و زیاد میشه. انگار یه نفر توی خونه در رفت و آمده. با خودش میگه علی چرا در رو باز نمیکنه. زنگم میزنه ولی گوشی علی خاموش بوده. آخرش مجبور میشه از دیوار بره بالا و بره توی حیاط. میره بالا از ایوون وارد خونه میشه. میبینه علی افتاده کف اتاق. بی حرکت، رنگش پریده، بدنش سفت شده. هاشم شوکه میشه. هرچی سوره و آیه بلده میخونه تا اینکه علی یه دفعه بهوش میاد. نفس میزنه. رنگش مثل گچ سفید شده. هاشم بهش میگه چی شده؟ علی فقط با صدای بریده میگه غلط کردم. عجب غلطی کردم. بدبخت شدم. دیگه ولم نمیکنه. هاشم میپرسه چی ولت نمیکنه؟ علی میگه یه کتاب احضار جن خریده بودم. میخواستم ازش ویدیو بگیرم بذارم اینستاگرام. ذوقشو داشتم. صبر کردم شب بشه که بابام و مامانم برن خونه اقوام. بعد شمع روشن کردم. یه ظرف آب گذاشتم و طبق دستور توی کتاب همه کارا رو مو به مو انجام دادم. 3 بار جمله احضار رو خوندم و منتظر موندم ببینم چی میشه. 2 دقیقه نگذشته بود که صدای نفس کسی رو پشت گوشم حس کردم. با خودم گفتم الان وقتشه. گفتم طلا رو نشونم بده. طلاهای پنهون این روستا رو نشون بده. تکرار که کردم یک دفعه یک صدای مهیب اومد. انگار با یه چیزی محکم زدن به دیوار. بعد یه دفعه یه موجود از پشت گردنم و از بین پاهام گرفت و بلندم کرد. حس می‌کردم میخواد منو با سر بکوبونه زمین. درد، ترس، همه چی قاطی شده بود. فقط دعا می‌کردم زنده بمونم. همون موقع یهو ولم کرد و تو اومدی تو. اگه نمی اومدی خدا میدونه الان زنده نبودم. هاشم میگه زنگ بزن به بابات. بریم دکتر. شاید آسیب دیدی. ولی علی میگه نه. بابام نباید بفهمه. بد جور قاطی میکنه. با هم میرن پیش پدرش ولی چیزی نمیگن. فرداش علی و خانواده‌اش برمیگردن تهران. چند روز بعد علی زنگ میزنه به هاشم. هاشم میپرسه زنده ای؟ چیزی شده؟ علی میگه 2-3 شب نتونستم بخوابم. هر شب حس میکنم یه چیزی بالای سرمه. مثل بختک. آخرش به بابام گفتم. اونم یه مرد دعاخون آورد. یه دعا نوشت و گفت همیشه همراهت باشه. گفت اون کتابو هم دفن کن. دیگه سمت این کارا نرو. منم دفنش کردم. 2-3 شب راحت بودم. ولی دیشب دوباره برگشت. هاشم میپرسه چی برگشت؟ همون موجود؟ علی میگه نه فقط اون. دیشب ساعت 3 صدای تق تق از در اتاقم اومد. رفتم سمت در. کسی نبود. برگشتم سمت تختم. دیدم یه سایه نشسته رو صندلی کنار پنجره. نه حرکت میکرد نه حرف میزد. فقط نگاه میکرد.
خواستم چراغ رو روشن کنم ولی روشن نمیشد. بعد صدای نفسش رو شنیدم. همون صدایی که اون شب پشت گوشم بود. رفتم سراغ اون کاغذ دعا، دیدم نیست. گشتم دیدم افتاده زیر تختم. پاره شده بود. هاشم گفت باید دوباره بری پیش اون دعاخون. شاید دعا رو تجدید کنه. همون شب علی با پدرش رفتن پیش اون مرد. با هم رفتن سر همون جایی که کتاب دفن شده بود. دعاخون شروع کرد به ذکر گفتن. خاکو کندن و کتابو بیرون آوردن. همون لحظه یه باد سرد وزید. سوزش خاصی داشت. ولی مرد دعاخون گفت داره جدا میشه، داره میره. بعد دعا رو تموم کرد. کتابو طبق آداب خاصی سوزون. از اون به بعد علی دیگه سراغ ماورا نرفت. الان که پیجش رو تو اینستاگرام نگاه میکنم پر از پستای طبیعت و آرامشه. انگار واقعاً تصمیم گرفته با تاریکی خداحافظی کنه. اگه تا اینجا رو گوش کردی یادت باشه بعضی درها وقتی باز بشن دیگه بسته نمیشن. اینجا شبخونه، جایی که تاریکی فقط یه قصه نیست. منتظر داستان بعدی باش. البته اگه هنوز جرأتشو داری.